خب جریان مهاجرت من تقریبا از 4.5 5 سال پیش شروع شد که من یک آگهی رو دیدم، برام SMS اومد که عکاسای تبلیغاتی میتونن به کانادا مهاجرت بکنن. پیگیری کردم و دیدم که یک سری آپشن ها رو لازم داره که من هنوز اون موقع 5 سال پیش هنوز نداشتم. تمام تلاشم رو کردم، یعنی فکر میکنم حدود 3 سال شبانه روز کسایی که از نزدیک منو میشناسن در جریانش هستن. تلاش کردم و دونه دونه اون آفرهایی رو که لازم داشت رو کسب کردم. پیش وکیل مهاجرت رفتم برای پوزیشن عکاس تبلیغاتی به کانادا و به من گفتن که تمام مواردی رو که لازمه داری و کلاینت خوبیه و میتونی اقدام بکنی. تارگت گذاشتم که سال 1402 که همین سالی که الان هستیم اقدام میکنم برای مهاجرت. و البته مهاجرت کانادا تایمش یکم طولانی بود، یعنی حداقل یک سال خورده طول میکشه تا کلاینت شما به نتیجه برسه و بتونیم وارد کانادا بشیم. خب چی شد که از امارات سر در آوردم؟ حقیقتا داستان به این صورت پیش رفت که یکم ترسیدم از اینکه یهو انقدر دور بشم از خانواده، از جایی که توش زندگی کردم سال هاست و شاید نتونم هندل بکنم این همه دوری و یهو اون همه تنها شدن رو. بنابراین با مشورت خانواده به این نتیجه رسیدم که به عنوان مقصد اول امارات رو انتخاب بکنم. خب برای مهاجرت به امارات یا هر کشور دیگه ای قطعا مهمترین چیز اینه که شما مطمئن باشید از اینکه میتونید کار پیدا بکنید و درآمد کسب بکنید. ولی نکته مهم و متفاوتی که امارات با بقیه کشورها داره اینه که برای ما ایرانی ها، البته کشور دیگه اینطور نیستن، اینجا ما ایرانی ها نمیتونیم خارج از امارات برای کار در امارات اپلای بکنیم، یعنی نمیتونیم جاب آفر اینجا بگیریم. ما باید اول بیایم اینجا در واقع کار اقامتمون رو انجام بدیم. اقامت که گرفتیم بعد میتونیم از طریق وبسایت های مختلف از جمله بیت که یکی از مهمترین در واقع بنگاه های کاریابی خاورمیانه هست اقدام میکنیم برای به دست آوردن جاب آفر. خب اما نکته مهمی که وجود داره اینه که درسته که ما نمیتونیم از داخل ایران برای امارات جاب آفر بگیریم، ولی این دلیل هم نمیشه که همینطوری جمع کنیم بیایم اینجا تحقیق بکنیم برای اینکه کارگیرمون میاد یا نه. چون ممکنه شما با هزار امید و آرزو وارد امارات بشید و بعد ببینید که تو اون هیته شغلی که خودتون مد نظرتون هست و میتونید کار بکنید به صورت یک متخصص، اینجا موقعیت کاری خوبی ندارید. پس بنابراین چی کار بکنید؟ همون کاری که من کردم. من رفتم تو وبسایت بیت یا حالا اپلیکیشن بیت و رزومم رو به طور کامل گذاشتم. یه سری سوال خیلی زیاده، باید شما این سوالات رو جواب بدید، نمونه کارا، همه چیز، سنتون، موقعیتتون، سابقه کارتون، اینا همه رو باید اونجا پر بکنید و در نهایت به شما امتیاز میده و شروع میکنه جاب آفرهای مختلف رو توی کشورهای مختلف شما نشون بده. و البته شما میتونید ترجیحتون هر کشوری هست رو هم به بیت بگید که مثلا من زده بودم ترکیه و استانبول، ترکیه و امارات، بهتون تو این هیته نشون بده. خب نکته‌ای که وجود داره اینه که من وقتی که رفتم اون رزومه رو توی بیت پر کردم مطمئن شدم از جاب آفرهایی که برام داشت میومد و از در واقع امتیازی که بیت به رزومه من داد که امتیاز پایینی نبود، مطمئن شدم که میتونم در امارات شغل پیدا کنم. خب بعد از این ماجرا که مطمئن شدم که میتونم وارد امارات بشم و اینجا کار بکنم، رفتم سراغ این که هزینه ها، کف و سقف هزینه های زندگی رو برای یک آدم مجرد سینگل پیدا بکنم، ببینم حداقل شکلی که میشه اینجا زندگی کرد و هزینه ها رو تا اون زمانی که من اینجا کارم رو استارت بزنم میشه در آورد در واقع چقدره. خب برای این کار نیاز داشتم که هم هزینه سکونت در هاستل رو پیدا بکنم، هم هزینه سکونت در آپارتمان، خونه حالا یا استودیو. اینجا توی امارات به خونه هایی که اتاق خواب نداره میگن استودیو، ممکنه حتی 60 متر هم باشه ولی اتاق خواب نداشته باشه، بهش میگن استودیو. یا محله های مختلف قیمت هاش به چه شکل هست رو پیدا بکنم، هزینه های رفت آمد رو پیدا بکنم،
یعنی منظورم اینه که همه چیز رو باید حساب میکردم و بعد در واقع مهاجرت میکردم. حالا مهاجرت به هر کشوری به همین شکل هست و شما باید کاملا حساب شده این اقدام رو انجام بدید، چون اگر حساب شده نباشه هر کدوم از این هزینه ها، چون میگم با توجه به پول ایران که از ارزش خیلی خیلی کمی نسبت به پول کشورهای دیگه برخورداره، اگر شما حساب کتابتون دقیق نباشه احتمال اینکه نتونید دووم بیارید یا یه مدت کوتاهی دووم بیارید و نتونید ادامه بدید خیلی زیاده. بعد از درآوردن تمام این هزینه ها و موجودی که خودم داشتم بابت در واقع عددی که به تومن میتونستم با خودم بیارم تا اون تایم در واقع تا کار پیدا کردن رو بگذرونم و هندل بکنم، اقدام به مهاجرت کردم در نهایت. و موضوعی که برای خودم حتی خیلی جالب بود این که من بعد از اینکه وارد این کشور شدم، حالا تجربه سفر خارجی رو داشتم قبل از این هم، ولی بعد از اینکه وارد این کشور شدم و یه مدتی حالا رفت آمد کردم، با یه سری چیزها اینجا آشنا شدم، دیدم که احتمال این که من به عنوان مقصد اول به امارات فکر بکنم خیلی کمه و احتمال این که اینجا رو کلا برای زندگی برای تا همیشه انتخاب بکنم خیلی زیاده. حالا چرا؟ این رو توی قسمت بعدی بهتون میگم.